عزیزان، امروز یه ولاگ دارم میرم رفسنجون با کرمان حدود 1 ساعت خورده فاصله داره. یکی از دوستام اسمش امیرحسینه، زانوهاش عمل کرده، الان 1 سال 2 سالی هست تو خونه میمونه دیگه. امروز صبح بهم زنگ زد گفت که کجایی یا اینا، احوالی بپرسه. گفتم که میخوای بیام پیشت دیگه، دارم میرم پیشش. اگر هم دوست داشته باشی یه تتو براش بزنیم و چون بهش قول داده بودم یه بار برم. الانم دارم تخت گاز میرم ببینیم چه شکلیه. بچه ها اینجا کبوترخونه پاتوق بستنی فروشا، خیلی معروفه به بستنی و اینجور چیزا. همه اینجا وای میستن بستنی میخورن. ولی خب من چون عجله دارم باید برم، نمیتونم وایسم. حالا اگه برگشتنی اینجا کامل بهتون نشون میدم. ببینید همش بستنی. این اومد زرنگ بازی در بیاره. عزیزان، بعد از 1 ساعت رانندگی تقریبا من الان رسیدم به رفسنجان. حالا با لهجه خودمون رسیدم رفسنجون دیگه. حالا بریم پیش آقا امیرحسین و ببینیم چی میشه، دوستمون رو ببینیم بعد چند وقت. امروز هم روز موتور سواراست. یه موتور سوارا هی میان بیرون، یکیش هم از همینجا کنارم رد شد. حالا اگه برگشتنی دیدم از اونا هم ولاگ میگیرم ببینید. این موتور سنگیناست که پلاک ندارم از اینا. یه جایی هست نمیدونم، یه توی جاده این ور اون راست. حالا شب هم هستم، بیشتر شب میام بیرونم عصر. امیرحسینه، بیا نشون بده طرح میخواید کاملش کنیم. این پاشو اینو من درستش کردم، یعنی پیش یکی دیگه زده بود اومد پیش من. بقیه‌اش هم میخوام اصلاح کنم. بقیه‌اش هم میخوام درست کنم اگه وقت بشه امروز. هدف دیدم بود که ما اومدیم خودش رو ببینیم. قربونش بشم. خوب بودی؟ نه من ماستر تو بودم. اگه گوشتنی یه جوری شدم. 3 ساعت ماستر شما. بیایید آری بخور ما هم بخوریم. بنازم آقا امیر امیرعلی مادی پرسپولیسی شده، فهمیدی؟ پرسپولیسی شده؟ بله. پرسپولیسی شدی؟ نشدی؟ استقلالی؟ اسم مدافع استقلال چیه؟ گوزه چشمی. گوزو کشمیری؟ نه گوزه چشمی. گوزبه چشمی. گوزبه؟ گوزبه بشمی. گوزبه؟ گوزه چشمی. گوز کشمیری؟ گوزه. این حتی رفتار استقلال. تازه چیه؟ نمیدونم اون چی بود؟ آرمین رضاییان بود. چی بود؟ خب آرمین رضاییان هست. چی بود اون؟ اونی که فکر کنم فوشی بود. فوشی بود؟ من اصلا فوتبالی نیستم. ببینم راجع به کی داری صحبت میکنی. من فوتبالی نیستم. پس چطور طرفدار پرسپولیسی؟ استقلاله. من طرفدار استقلال پرسپولیسم. من همه بازیکن رو دوست دارم. همه رو دوست داری؟ همه فوتبال. فقط گوزبه رو دوست نداری ها؟ گوزبه تو استقلال رو دوست ندارم. خب با علیپور توی پرسپولیس. مرسی. علیپور کیه؟ بازیکن پرسپولیسه. ها؟ خب سلامتی. یه لباس شکم خب در آورد. تکونده. خب عزیزای دلم، ما بعد از ساعت‌ها ایشون از خواب بیدار شدن. دماغش عمل کرده، نمیتونه بخنده یا نه هیچ وقت اینجوری نیست. یه صحبتی بکن. با کی باید دقیقا صحبت کنم؟
با فالوینگ های عزیز یوتیوب. آره. خیلی دوستتون دارم. حتما دوست منو سابسکرایب کنید. خب بچه ستم بهتون نشون بدم که حالا امروز من میخواستم یه تتو کوچیک بزنم ولی فیلمت بازوام خوب معلوم. آره. یه باشگاه نرفتیم. باشگاه نرفتیم. قرار بود یه تتو کوچیک بزنیم. من اومدم اینجا و الان باید این جیومتریک روی پاشو کامل کنم. ستم الان بهتون نشون میدم ببینید. بچه ما دیگه همه چی اینجا الکل زدیم، سلفون پوچیدیم، اینا همه سلفونی، اینا هم نوع، اینا هم جوهرمونه، الگوری و داینامیک تریپل بلک، اینا هم ماده شستشو توی بطری آب معدنی و اینا محیط کارمونو زدوفونی که آماده کردیم برای کار در خانه به صورت VIP برای آقای امیرخان. میخوایم دیگه اینو ترتمیزش کنیم امروز. قبلا یه جا دیگه زده، من جلسه 2 سال 3 سال پیش بود. چند سال پیش بود؟ 3 سال پیش من فقط خطای دوری اینو زدم تمیزش کردم. دیگه کار دیگه کردم یا نه؟ نه دیگه قد کار بقیه بعد بود دیگه. ما فقط تونستی بچه‌ها اینا رو خطاشو زدم بچه‌ها. اینم زدیم. خب ولی زانوی امیر دوچار مشکله. ما دیگه از اینجا به بالا نمیریم که از لحاظ پزشکی دوچار مشکل نشه، چون این یه پلاتین تو پاشه و اگه اینجا تحریک بشه ممکنه عفونت توی پاش بیشتر بشه. ولی این کارو حالا ما تجهیزات نداریم، ولی این کارو شما میتونید ببینید که کلش با تک سوزن و سینگل نیدل اجرا شده. امیر جون بگو مرسی. مرسی عشقم. خیلی چرا بگم مرسی عشقم؟ نگونه من خودم باید میگفتم مرسی. نه که تو خودت بگی بگو مرسی. بذار من دستمال رو قطعش کنم بچه خداحافظی کنم، آخر کار رو ببینیم چی میشه. باشه. خب در چه حالی امیر؟ عالی. خداش بریم برای ادامه. بریم. کل این تیکه رو دوستان نیم ساعت بیشتر طول نشه. اینا رو الان میزنیم یه ساعت و نیم دیگه تمام. دیگه به قولی بهترین نمیشد جمعش کنیم. حرفی حدیثی نداری؟ نه. همین روز اول من دیدی چه حسی داشتی؟ هیچ حسی. میگفت چه حسی میتونم داشته باشم؟ بشه همون اول عاشقت شدم. به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟ نه اصلا نداری؟ خب من اعتقاد دارم. من عاشقت شدم همون لحظه اول. خدا وکیلی؟ آره. خدا وکیلی شهر راست میگی؟ آره عشقم. با بچه خداحافظی کن. یادت حالت بد شد؟ یادته. دفعه اول اومدیم پیشم خسته بودی، ضعف داشتی، چطور بودی؟ مال چی بود؟ اون موقع رژیم گرفته بودم. غذا درست نمیخوردم. مشکل عصبی هم پیدا کرده بودم. این دردم باعث شد دیگه کلا قندم بیفت. ولی بازم خوب نشستی خطاش زدیم حالا. خطاش که بدون درد بود. خوب بود یعنی. بکن بابات اومد. الان میام میکشتم. خدا کن فقط بکشه. صدایش در میاد. قطعش کنم براتون. یه اتفاقی افتاد این که ما یادمون رفتیم بگیریم.
الان پای آقایی رو بستیم، ایشون اون پایی برش. الان آقا امیر داره لباس میپوشه که بریم با هم بیرون یه دوری بزنیم. تولد دوستشه، بریم با یه لباسی بگیریم، کادویی بگیریم، شامی بخوریم. مرسی. اصلا عالی بود. من درد دست نکردم. چجوری تو تتو میزنی؟ بچه ها هر کی دی میزدن خب من تا 2 رو درد داشتم. خدا الان میتونی راه بری ها؟ این لنگ که میزنم مال عمل پاما، مال این چیز نیست. خانده همچنین میتونی بکنید لعنتی. کلا داغان ولی خوب جمع شده، کار نداره. حالا تموم شدش برای بچه ها میذارم ایشالله سری بعد دوباره قراره یه ماه دیگه نه چند وقت دیگه او دیگه شما دستور چشم دستورات شما میدیم. شنبه است ساعت 10 دقیقه. دیشب کجا رفتیم؟ دیشب رفتیم تولد گرفتیم، رفتیم کافه، مدایی گوش دادیم بچه ها. متاسفانه من نتونستم دیشب فیلم بگیرم. خیلی کردیم. این فیلم چیزه هنگوور بود. الان قهوه میخورم، ساعت 7 صبح قرار بود آقا من بیدار کنم. گفت تو شمشیر نمیخوای. خدا وکیل بعدا شب تولد داشته. شب تولد یارو آهنگ مدعی گذاشته تو شمشیر نمیخوای. بنده خدا. حاجی من برم دیگه. بذار برای شما وایس نهارم بخور. نه دیگه حالا 3 روز من اینجا هم دیگه حالا نه 2 روز نه حالا بشه 4 روز، بشه 3 روز، بشه 4 2 روز روز. نصفی. بیچاره واسه آدم زمانی یادش میاد. من که میگم وایس نهار بخور. خب از اون برم میریم دوباره شبیه دور میزنیم. نه عزیزم مزاحم که من شدیم. بشه خونه خودته چه مزاحمت. آره دیگه قرار بود موتور سوارا رو دیروز فیلم بگیرم دیگه، همه چی عوض شد یهویی بعد کار. حالا دیگه دارم برمیگردم کرمان، امیر جونم بره در مغازش.